سلام به همه. اینجا کانال تقدیر تاکه. جایی برای اونایی که نمیخوان معمولی باشن. اگه آماده ای که ذهنتو عوض کنی، بلند شی و حرکت کنی، بیا با هم شروع کنیم. اولین چیزی که باید بدونی اینه: خودتو با هیچ کس مقایسه نکن. نه با فامیل، نه با دوستات، نه با کسی که تو اینستاگرام دیدی. هر کسی مسیر خودشو داره، سرعت خودشو، سختی‌های خودشو. تو فقط باید هر روز یه ذره بهتر از دیروزت باشی. دوم، اعتماد به نفس داشته باش. نه به خاطر اینکه کامل و بی‌نقصی، به خاطر اینکه داری تلاش میکنی. هیچ کس با اعتماد به نفس کامل به دنیا نیومده. اعتماد به نفس نتیجه تلاش و حرکت و تجربه است. با اشتباه کردن، با زمین خوردن، با بلند شدن. سوم، از شکست نترس. تو این دور زمونه مردم فقط موفقیت‌ها رو می‌بینن، اما کسی نمی‌پرسه چند بار زمین خوردی. واقعیت اینه که شکست بخشی از مسیر موفقیته. اگه شکست نخوری، یاد نمیگیری. اگه یاد نگیری، پیشرفت نمی‌کنی. چهارم، یاد بگیر نبگی. به چیزایی که وقتتو تلف میکنن، به آدمایی که انرژیتو میکشن، به عادتهایی که تو رو نگه داشتن تو جای اشتباه. زندگی کوتاه‌تر از اونه که همه چیزو بله بگی. پنجم، روی خودت سرمایه گذاری کن. کتاب بخون، یاد بگیر، تمرین کن. اگه روزی 1 ساعت برای رشد شخصی وقت بذاری، تو 1 سال آینده کسی میشی که خودت هم باور نمی کنی. و آخرش، صبور باش. موفقیت یه شبه نمیاد. اما اگه امروز رو جدی بگیری، فردای متفاوتی خواهی ساخت. همین الان، همین لحظه میتونه نقطه شروع تو باشه. اینجا تقدیر تاکه. جایی که ما انتخاب میکنیم تقدیرمون رو خودمون بسازیم. نه اینکه فقط تماشاگرش باشیم.